حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و عالی باشید. اومدم که براتون بیسیکم بذارم که توی شورت ویدیو براتون گفتم. خب بیسیکم براتون اول توضیح میدم که بیسیک چه چیزایی تو بازی خوب میکنم. برای بیسیک بتل رویال یا مولتی یه چیز خوب مثلا یه گزینه است، اونو فعال میکنی مثلا دورتر اگر طرف باشه راحت تر میبینی چجوریه که مثلا مولتی رو کم میکنه، بتل رو کم میکنه، دورتر راحت میکنه. و چند تا گزینه هست که الان توضیح نمیتونم بدم ولی خودتون بزنید و تاثیراتشون رو توی بازیتون ببینید. خب برای تازه کاران میگم که ستینگ روی این گزینه است، وارد این گزینه بشید و برای برگشتن به بیسیک قدیم برای تنظیمات قدیمی روی این گزینه میزنید که برمیگرد به تنظیمات قدیمی و روی بیسیک هم میزنید روی این و اول از مولتی شروع میکنم و میرم بتل و سنسیویتی رو میذارم و من دیگه هیچی نمیدم. خودتون نگاه کنید. خب بریم برای بتل رویال. خب بریم حالا سنسیویتی. کد سنسیویتی من برای مولتی اینه. برای اینم میاید روی این گزینه میزنیدش، روی این گزینه میزنید و میاید توی قسمت دومی میزنید و براتون کاملا کد رو گذاشتم و برای مولتی میاید اینجا میزنید. بعد برای بتل رویال هم که نشونه اینه، برای بتل رویال هم اینه. شما بازم میاید مثل مولتی روی این گزینه میزنید و روی گزینه میزنید و اینجا میزنید. اگر اگر دوست دارید اتولیکو یعنی خودش وسایل رو از زمین برداره، طلایی بزنی برداره. اگر آف کنیدش وسایل رو نمیداره تو بتل رویال، ولی آن کنید برمیداره. و اگر میخواید براقانتون دوربین بر نداره کل این گزینه رو کل اینا رو آف کنید.
برای هیچگانی دیگه دوربین برنمیدارم. اگر مثلا یه چیزی خواستید بگید که بهتون آموزش بدم برای همین قاطع همینی که این کامنت های این ویدیو بلند بذارید یا این شورت ویدیویی که با لینکش اومدید توی این ویدیو. پس تا ویدیو آموزشی دیگه خدا نگهدار.